از آزادی بیان استفاده کنم، مرا خدا ای شعور داده من حیث یک ملا. و ایرا منصب وراثت میدانم که نبی کریم علیه السلام تنها مولای امروزی واری نبود، و جامعه ساز بود. شرم است که به نمایندگی قوم شریف ازبک پسر دوستم نمایندگی کنه که حرفای خود یاد نداره. آیا در تمام ازبک ها یک کس نجیب و شریف و داناتر و عاقلتر از بچه دوستم پیدا نمیشه؟ میشد. اما چه علت است که راحله دوستم انتصابات به خود کمایی میکنه و تو با عقل و شعور و علم در پس کوچه قرار داری؟ اینوزم به مانندی که بر دوستم ایمان آورده باشی. فاش میگویم و از گفتن خود دل شادم، بنده عشقم و در هر دو جهان آزادم. عارس برای تو مجاهدی که دههای متمادی جهاد کردی، ابر قدرت روسیه را شکست دادی، و بازم کسانی که از غرب گمرک می شوند و تا هنوز دینشان معلوم نیست، ایمانشان معلوم نیست، اسلامشان معلوم نیست، بربارای تو باداری میکنه. حیف نیست؟ و ما استاد سیافم میگویم شاید و جهان دننگالیدی داد وکاره، یا با اخری ککری یا با کامرانشی. نعره تکبیر، نعره تکبیر، مرگ بر امریکا، مرگ به یهود و نصارا، مرگ به ناتو، زنده باد علمای اهل سنت و الجماعه. شاید دیر زنده نباشم، باید حق بگویم. ما به سیافم